بکس خوشگل من. بچه‌ها من اتاقم رو ریختم به هم، تصمیم گرفتم که یکم تغییرات توش بدم و خیلی تغییرات اونچنانی نه، سرچ جمع کنم و حالا تمیزش کنم اینا. یه مدتی هم هست خیلی بهش نرسیدم چون زیاد نمی‌اومدم تو اتاقم. حالا می‌خوایم با هم دیگه تمیزش کنیم. سلام. من همیشه هستم در هر شرایطی. می‌خوایم با هم دیگه اتاقمو تمیز کنیم. منم خیلی داغونم. بذارین اتاقمو الان کلی بدون نشون بدم و بعدش هم بهتون نشون بدم. ما همراه باشید. خب بچه‌ها این الان اتاق ترکیده منو تماشا می‌کنید. ببین من که همیشه دارم با شما به اشتراک میذارم. خب خیلی وقت درست حسابی بهش نرسیدم، اصلا یه مدت زیادیه انگار باش قهر نیومدم توش، فقط در حد لباس عوض کردن. حالا این چی اسمشه، دو شکل تختمو برداشتم دیگه، الان دارم تختمو باز میکنم و حالا تا بریم ادامش. وای 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 بچه‌ها باید شلوار من دیشب بود که لباس برداشتم نانی دو تا غلط کردم. بزن این بالکن منه اینجا خیلی وقت تمیزش نکردم، حالا هم تمیزش کنم و کم با هم درستش کنم. داره شلنگ میکشه بالا. هم شلنگ میکشه. مامان باش تا چیز نشه. نه بدن. رفته بودی خوابیده بودی؟ نه. بیدار بودی؟ نگیر بدن تا چیز شه. یه جا بذار جا بذارم. بچه ها این وروجک دلیل اینکه من بیشتر بچه علاقه من شم. نه الان نمیزه خاله قشنگ آشغالاشه بدیم اول بره. نگیم چقدر شرفته اصلا. نه اون اتاقمو که دیدین اون شکلی بود ما یکم تا ریخته بودیم به هم. اینجا نه اینجا هم بارون اینا اومده اینجوری شده تو پای بزنم وگرنه بچه هم تمیزه. تقریبا یه دوسته ماه اینجا نشد همین شکلی شد. من یه نگاه بچه تو کامنت ها. کفی میکنه ماخیس بچه آجیم اومده بود تا چرنگا گرفت به ما الان خیس شلوار خیس اصلا همه جا اون چسبیده. یکم بشینیم یه فکری بکنیم بریم این اتاق چیکارش کنیم و میام. من تو این کموده خب کلی کتاب داشتم چیدیمشون تو این پلاستیکا. هی ببخشید یادم میره حیف ویدیوه. بعد این دیگه مشخصه اینه کتابه. همین چیزه. این کمدم توش دفتر و ایام بود. خالیشون کرد. من رفتم بیرون خاک اندازم و با رفتم بیرون خاک انداز و بیرون شستم. بیرون تو کوچه که آشغالا رفته بود شستم و حالا چیزه دیگه میخوام بریم ادامه. ببخشید یادمون میره وسطاش براتون فیلم بگیریم. معذرت میخوایم هنوز به فیلم گرفتن عادت نداریم. وای خدا اینجا رو نگاه کن عباس بودی بچه ها نشون بدم. بچه فیدروزه بچگیمه. شما اینا داشتیم؟ نگاه کن از اینو خدا فسخه از اینا دیگه اول از اینا رو ببینه سرچی گذاشتم شون پالا. نگاه اینا یادمه یه دونه لپ تو برام خریده بود. بعد خیلی همون لپ رو دوستش داشتم. آرزو کردم که همیشه یکی همون داشتم. بعد دست و پاش تکون بخوره. یه مدت خیلی مود شده بود اون لپا. نمیدونم یادتونه یا نه. بعد با دختر همسایه‌مون با مثلا البته بالش کردن ستوشو برداشت بودم ولی اون جعبه‌شو مثلا این احمقا با دختر همسایه‌مون با این یه ذره پوریمو با جابجاش کردن. مشهد خریدم. مامانم برام خرید. خب بعد نگینش تقلبی بود. شما دوباره رفتی مشهد هیچ وقت خریدیم. من همون دفعه اولیه که با بچه‌ها مدرسه رفتیم اون پیرنه بود، پیرن نارنجیه که توش خرگوشه.
با شبا نارنجیش از مشب برای خودم گیرم. البته یه وقت دیگه من به ماسکاوی رو خریدم. نگاه کن بچه ها با مامانم رفتدن مشهد. بعد این انگشتره را نقره است با این نگینش از مشهد خریدم. خب بعد نگینش فیک بود. بعد با مامانم برد بده برام درستش کرد. این الان نگین اصله ولی هی نگینش میکنم. من مجبور شدم که دیگه دستم نکنم ولی به زودی میرم درستش میکنم چون خیلی دوستش دارم. اینو نگاه کنید. سال چند بودیم؟ 12. راشتون اینه نقاشی کرد. خدایا دستش دیوار رو دیدی؟ یادم نمید دیدم فرد ولی یادم نه دختره با اینجوری کردم رنگی درستش کردم ولی بهش اسپری فیکس زدم خراب شد. خب بچه های خوشگل من ناناسیام باید برسیم به بخش زیبایی قضیه. از ترس بچه خواهرم نمیتونم تو اتاق نگه دارم. این کیسهشو داداشم برام خریده. نگاه کن چقدر گوگوله. نگاهش کنی داره خیلی رنگش خراب میشه اون بالا. اینا یه دوستم برام خریده. یه دوستم من خریده. خب اگه اینا رویانه خریده. اینو من خریدم. اینا داداشم راست میگه. اینا این داداشم برام خریده. یه دوستاش برش خریده. نه بگم اینا تو برام خریدی. نه داداشم اونو برام خریده. اینا داداشم یه دونه داداشای دیگه برام خریده. دوستم. اون داداشم خریده اینا. یه داداشای دیگه. ولی از ترس بچه خواهرم چجوری روشن میشه؟ زیرش روشن کنیم که کلک رو کنیم. نه نگاهش کن. که میشه برم تو خونه مجرد خیلی خره خیلی خوره. وای خدایا. به این بچه خواهر داشتم علاوه بر همه خوبی هاش علاوه بر همه خوبی هاش بدی هارم داره. نه آرومی داری لطفاً بذار نشه بیرون بذار. من صورت نه بذار همین که خودم حالا میام جواب شده بود. خب بازم سر خوشگل داریم. کتی خوری کتی و قابلمه کوچولو دارم. کتری قوری بچه کتری قوری اینجا شد پاکی کنم. کتری قوری نه کتری قوری. از این پیکنیک تیا با یه دونه قابلمه تیا دارم. اینا بچه خواهرم یه مدتی گذاشته بودمش تو دید و یکم مورد عنایت قرارشون داد. الان دیگه جابجاشون کردم گذاشتمشون رو سر کمد. اینم مامانی برام کربلا خریده بود. نگاش کنی نگاه کنی یه پلاستیک برای تو قوری چیز می آوردن. این پلاستیک کوچولوه. نگاه کن چقدر خوشگله. خیلی نازنینه. نمیدونم چرا فقط سبز خریده ولی خب دیگه خریده. مامانم الان کلی چیزا کرده برام گرفته که اون بالاه. ولی آبیشا خوشگله. بچه‌ها اینا من شاید 20 بار درست کردم ولی نرفتم که آبش بگیرم تا یه تیکش کنم. آره. خب من داشتم درستش هم کردم ولی من این کار ازده بود. چسبش هم ظرف قاش من آجورک اینجوری کرد. 1000 تایی بود اون می‌فهمی 1000 تا دیگه. آره ولی بعدا یکی درست کنیم با هم دیگه. خیلی دوست دارم تازه. از بچگی عاشق تازه. خب بچه‌ها میرسیم به قسمت خوشگل. بیا اینو بر بچینیم. من خودم تا حالا ندیدم. اینا رو ما یزد بود. مثلا یه بار یزد با همونم و اینا رو خریدم. اینا یه مؤسسه یه جایی بود بچه‌های معلول اینا رو درست کردن. نگاه کنید چقدر خوشگله. بازم دلم میخواست که بخرم ولی خب متاسفانه تا همین حد تونستم بخرم بود. آها اینا بذار آخر سر جریان که خود یاد این رنگونو تو بقیشم جلو برای بچه قدمشه زر شد توش جوجو داره بذار کارتش اینجاست. جوجو
این اثر هنری دست ساخته بانوان هنرمند ایران زمین است که با بهترین مواد اولیه طبی و لعابدار بدون سرخ تهیه شده است. در همین حال دلیل پخت چند نمیدونم دقیق توضیح نه، فقط نمیشه که متناقض است مال معلولین بود. قربونت بشم. حالا تو چیزش هست، اینستاش هست، بعدم براتون یا میذارم. آره براتون میذارم. گفت قربونت بشم. کلیدم و زیباترینش خیلی قشنگه. باید این دوستان آب بخور. جوجو در لبش اسمش ببرد قچ جوجو. خیلی نامزم. حتی یکی از زیباترین خاطره‌های زندگیمه. خب هم شیرازی که براتون تعریف کرده بودم و رفته بودم، یه بازاری داشت به اسم بازار وکیل فکر کنم اگه درست گفته باشم. بعد اینا از اول تا آخر بازار ما رفتیم، یه لباس محلی خریدم، دوباره مامان بابام برگردوندم دوباره اول بازار تا اینا برام بخرن، چون همون اول بازار اینا دیدم گفتم من اینا میخوام، به حرفم توجه نکردم، من چون چشم گرفته بودش براشون گردوندم و انقدر کیفیتش خوبه که نمیدونم فکرم نزدیک خرید فکرم 19 سالی هست من اینو دارم. 19 ساله یا آره 11 این جوجوش که تا 11 سال شاید بیشترم هست که من اینو دارم. چند سال رفتی؟ نمیدونم یادم 6 سالم بود. آره 6 سالم بود رفتم. من بود پیگن تو عکس بگیرم نصفش رو بچه‌ها بذارم. خیلی نمیدونم دقیق مال خودشون میگفتن معلولین اینا ساختن، ولی الان انگار توی کارتشون یه چیز دیگه نوشته. حالا بازم من میرم این استاشن چک می‌کنم برای شما هم میذارم. حالا جمع کنم یا یه چیزی خوشگل‌تر بهتون میگم. خوشگل‌تر که نیست ولی خوشگل. بچه‌ها لات کوچه اینم بچه‌ها یه لنگی از همون یزد خریدم. انشالله بعدم برای ماشینم میخوام استفادهش کنم. البته تو ماشین چیکار کنی؟ چیکار کنم بالون؟ شیشه‌هاشو تمیز کنم. خب اینم بازه جانم. بچه‌ها اینجا بچه میکشه. بچه‌ها من معذرت میخوام. اینقدر این چند بشه. اینم یه دونه سجاده و جنماز ترمز، چون که عاشق ترمم خریدمش فقط. چقدر نامناسب. بچه‌ها نگو چندش. با چندشم تو کانت رو بهم بگی. آره. اینا اینجا شو بازم اون گلی که میخواستم نبود، ولی بازم برای همین گلش هم خیلی گشتم. خیلی دوستش دارم. بعد الان خواهرم که نامزد کرده، من خواستم از خود گذشته‌ای کنم اینا بهش بدم، ولی مامانم نست. مامانم خیلی کار خوب میشه. خره نمونه بارز خر خدا خوش کنی؟ خوشگل من بارم زشت دارم یه خری کنم. این سجادم بازار کشه دست پلاستیک برش باز مامانم برام از کربلا خرید. که بچه مثبت چه نماز بخونه. نه سجاده عروسی مندم به عروسی ها. آو برای عروسیت خریده. بله. آو ناناسه خدا خیلی خوشگله. مامانم باید که کربلا یعنی بیشترین چیزی که آورد برام آورد. حتی یه عطرم برام آورد و بچه خواهر عزیز گرامی لج کرد و اومد تو اتاقم. موقع اتاقم قفلش هم درست نشده و شاتالاق شکستش. هی اینجا قرآن میشه بچه. خیلی خوشگله. اینو یادتون نبود که من دارم وگرنه الان برای خواهرم استفاده شده شاید فکر اینم بچه ها اولین گلیه که برای خودم خریدم. گل نرگسه. من عاشق گل نرگسم، یعنی جونم براش میدم. امسال همه تلاشم میکنم که یه دشت نرگس برم و این خوشگل ترین گل دنیا. ولی خب چون که دیگه خیلی خوش شده و اینا یادگاری نگهش داشتم یکم بچه خواهرم داغونش کرده، ولی همین چیزه نگهش میدارم. نگهش داشتم ولی الان میخوام بندازمش بره چون که انرژی منفی زیاده. بندازش انرژی منفی با نرگس؟ نه من شنیدم که میگن انرژی گل خوش زیاده، ولی گل نرگس که سلطان انرژی است. بچه‌ها گوری میگم جهازش جوره میگه اینا مامان جونم
برام از جای نیاورده. اینو تولدم بود یه بار، این حلقه رو بده اون طرف. همه فکرش رو کردم. آره تولدم بود و دیگه بهم داد. عجب خوری دلاور. خورم نیستن. نمیدونم چرا بهم داد. و آخرین چیز چیه؟ آخرین چیزی که از بالا میخوام بهتون این چیز ها نه آخرین چیز اینا هم هست. نگاه کن چقدر گوگله. اینم مامان جونم برام بهم داده. کلم از طرحهای قدیمی خوشم میاد. شاید یه سری بگن این که قدیمی ولی من خیلی دوستش دارم. بچه ها و آخرین زیبایی ما آخریش نیست اینا هست. ولی پاسوره. خب چرا اینا حالشون بده؟ خب باشه نه آخرین زرده. آخرین دیوان باز مامان وقتی کربلا آورده. یعنی مامان وقتی کربلا بعدش هیچ نگفت. و یه قیچی نه حالشون یه استفاده کنیم دیگه. حالا نه یه قیچی خیلی خوبه داره. نه اینا نمیاد توش دست نمیاره. آقا پاسورایی که رفته تو پاچم تا دسته ولی خب دوستشون دارم. چرا تو سر کار چرا خوشگل خوشگله. خب این رنگیشو بده. واسه بچا دلار. بچا این برشین هیت رفیقم چه چیزایی داره بهتون بسازه. خب بچه ما تقریبا اتاق به اینجا رسوندیم، یعنی سر کمد خالی کردیم و اون تیکه رو جمع جور کردیم و حالا دیگه بقیه‌اش برای فردا که دیگه کامل تمیزش کنیم و بهتون نشون بدیم. سلام گوگلوی من، امروز دومه. خب بچه‌ها من دیروز بهتون نشون دادم دو شک تخت بردیم پایین، یه سری چیزا رو از تو اتاق داریم میاریم بیرون و حالا دیگه بریم ادامه کار. چرا گیرم من دارم با احساسم کجا میرم اینطوری نبودم. چی اینم از پایان تمیزکاری اتاق من. آره اینم از این و بهم بگین که این دیوار پشت سرم ما چی کاری براش انجام بدم. این میزم قراره یه کارگاه کوچیک بشه برای کیک پزی و این چیزا که انجام میدم. اینجا هم قراره یه گاز بیاد ولی پشتم و بالایش رو احتمالا یه سری کارا بخوام روش انجام بدم. یه سری کارا و تغییرات میخوام تو اتاقم انجام بدم. منتظر نظراتتون هستم و بهم بگین چقدر تمیز شده اینجا. البته الان شب دیگه بیرونم نمیتونم بهتون نشون بدم. منتظرتون هستم. خدافظ.